همونجوری که ما توی ایران خودمون انگور رو تبدیل میکنیم به مویز به وسیله نور خورشید، توی دنیای قهوه هم همچین داستانی رو داریم که خیلی ساده بهش میگیم پردازش یا فراوری یا پراسسینگ. به شرایط و روش‌هایی که یک محصول خام رو تبدیل می‌کنیم به یک محصول نهایی و قابل استفاده رو بهش میگیم پراسس یا فراوری. حالا انواع فراوری‌ها: شماره 1 نچرال یا طبیعی، شماره 2 واشت یا شسته، شماره 3 هانی یا عسلی، شماره 4 گیلینگ باسا و شماره 5 فراوری‌های شامل اناروبیک، بی‌هوازی و لاکتیکی فرمنتیشن. تمام فراوری‌هایی که گفتیم برتری خاصی نسبت به هم ندارن. ما توی داربو قهوه رو به زبون ساده به شما آموزش میدیم. دوست داشتین پیجمون رو فالو کنین، به دوستاتون معرفی کنید. ما تولید کننده قهوه توی استان فارس و شهر بزرگ شیراز هستیم.